می‌دانستید گاهی رگ‌های قلب آنقدر سفت و بسته می‌شوند که انگار تبدیل به سنگ شدند؟ در این شرایط درمان‌های معمول دیگر جواب نمی‌دهند. درست همین جاست که پزشکان سراغ یک روش کم تهاجمی فوق‌العاده جذاب به نام روتیشنال اترکتومی می‌روند. روشی که اسمش شبیه ابزار کارگاهی است، اما پشتش یک علم شگفت‌انگیز خوابیده. همه چیز با بی‌حس کردن بخش کوچکی از مچ دست یا کشاله ران شروع می‌شود. بعد پزشک یک کاتتر باریک را وارد رگ‌ها می‌کند و آرام آرام آن را تا محل گرفتگی جلو می‌برد. در نوک این کاتتر یک مته کوچکتر از دانه برنج قرار دارد، مته‌ای که با ذرات ریز الماس پوشانده شده. وقتی این مته با سرعت بالا میچرخد، درست مثل یک پاورتول مینیاتوری، رسوب سخت شده را به ذراتی ریزتر از گلبول‌های قرمز تبدیل می‌کند. این ذرات بسیار کوچک همراه جریان خون حرکت کرده و بدن به طور طبیعی آنها را دفع می‌کند. وقتی مسیر رگ باز شد، پزشکان یک بالون کوچک یا استنت داخل آن قرار می‌دهند تا مثل یک تکیه‌گاه رگ را باز و پایدار نگه دارد. ترکیبی از تکنولوژی، دقت و علم، واقعا حیرت انگیز.